پیامبر در جواب صحابه گفت که من اطاعنی دخل الجنه، هر کسی که اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشد، بر سنت او عامل باشد، بر رفتار او، بر گفتار او، بر کردار او اگر عمل داشته باشد، او داخل جنت می شود. و هر کسی که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تجاوز کند و سرکشی کند و نخواهد، پیامبر گفت این کسی هست که جنت رفتن ابا کرده است، این کسی هست که جنت رفتن نخواسته است. برای همین است که بسیاری از بندگان هستند که جنت میخواهند اما اطاعت رسول الله ندارند، جنت میخواهند اما عبادت ندارند، جنت میخواهند عمل صالح ندارند. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید، کمی از بیماری خود معلومات دهید، داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. برای سه مال است، یعنی انسان در دنیا میگوید خانه من است، مالهای من است، زن من است، فرزندان من است. یعنی چی است؟ اهل دارد و مال دارد و عمل دارد. و عمل که در دنیا نماز دارد و روزه و حج و زکات و عمل صالح. و وقتی که انسان از دنیا گذشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که از دنیا گذشت الکی از دو مال خلاص می شود، فقط یک مال دارد که اون عملی او است. یعنی این حدیث محدثا بیان کردند و منزله که یک نفر سه رفیق دارد، سه رفیق. وقتی که از دنیا گذشت یک رفیقش که به جان برابر بود از جاش نمی جنبد و خیر خوش هم نمی کند. رفیق دیگر تا لب گور می رود و رفیق سیم همراهی می کند. یعنی اهلش، فرزنداش و زن و برادرها و یار و رفیق اینها تا سر قبر می روند و می گردند و مالها و خانه و در چیز چاره از جاش نمی جنبد. و انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که فقط و فقط دارای یک مال است که اون عملی است. یعنی فیرجع اثنان و یبقى الواحد و هو عمله. او دو مالش بر میگردند، اونها البته که مالی ورثه میشوند و صاحب یک مال است که اون فقط عملی است که در دنیا خواه عمل صالح کرده باشد و خواه عمل طالح. و هر چقدر که عمل صالح کرده باشد همون همراهی او است خلاص. و وقتی که در قبر نهادن، البته که عمل صالح به منزله یک شخص خوب، بسیار زیبا، با جمال، خوشبو، خوش اخلاق به نزدش می آید و او را کمک میکند. میگوید تو کی هستی که قبلا من تو را ندیدم؟ میگوید من همون عمل صالح تو هستم که در دنیا به جا آوردی، در دنیا نماز خواندی، روزه گرفتی، حج رفتی، زکات مال دادی، در دنیا دستگیری کردی به کمبغل و به بیچاره، در دنیا عمل صالح کردی، من همون عمل صالح تو هستم. یعنی یگانه چیزی که انسان همراه خود میبرد فقط و فقط عمل صالح هست. و البته که حضرت مولوی میفرماید اقامت کن راه شرع نبی را، نفس تا هست میکن پیروی را، که تا در نار دوزخ در نمانی، مشوم الله و صوفی شیخ صنعا، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. یعنی در شریعت فقط اقامت شرط است و خدا از بنده بندگی را میخواهد و پیامبر البته که از امتش پیروی را میخواهد. اگر خدا بندگی بخواهد، بنده باید که در همه حال بنده الله باشد، در دنیا نه کبر و نه غرور و نه فراموشی داشته باشد. باید چیکار کند؟ مثلی که همچنان که بنده هست او چی از بنده باشد.
خدا از بنده بندگی را میخواهد و رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی را میخواهد که پیروی داشته باشد، که رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط جنت رفتن پیروی را بیان کرد. پیامبر خدا فرمود که کل امتی یدخلون الجنه، همه امتی من گفت داخل جنت می شود، همه امتی من، الا من یعبا، مگر کسی که جنت رفتن ایبا کند، جنت رفتن نخواهد، الا من ابا، مگر کسی که ایبا کند نخواهد جنت رفتن. صحابه از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم حیران شدن. قیل و من یعبا یا رسول الله، از پیامبر خدا پرسیدن که یا رسول الله او کی است که از جنت رفتن ایبا میکند، جنت رفتن نمیخواهد، از جنت رفتن سرکشی میکند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفت که من یطیع الرسول فقد اطاع الله الا من ابا، مگر کسی ایبا کند. قیل و من یعبا یا رسول الله، قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. پیامبر در جواب صحابه گفت که من اطاعنی دخل الجنه، هر کسی که اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشد، بر سنت او عامل باشد، بر رفتار او، بر گفتار او، بر کردار او اگر عمل داشته باشد، او داخل جنت می شود. و هر کسی که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تجاوز کند و سرکشی کند و نخواهد، پیامبر گفت این کسی هست که جنت رفتن ایبا کرده است، این کسی هست که جنت رفتن نخواسته است. برای همین است که بسیاری از بندگان هستند که جنت میخواهند اما اطاعت رسول الله ندارند، جنت میخواهند اما عبادت ندارند، جنت میخواهند عمل صالح ندارند. و گفتی حضرت مولایی میگفت که تو چون امت شدی پیرو به آن نور، نسازی سجده بهری توشه گور. نه اورادی شب و نه طاعتی روز، نه آبی دیده و نه در جگر سوز. گذشت عمرت به فکری خواب خوردن، نمی آری به خاطر روزی مردن. بکن ای بندگی، بکن ای بنده زین زندگی شرم، به جان دایم نماند این تنی گرم. بکن کاری که باشد بی ندامت، بیرو راهی که باز آیی سلامت. یعنی حضرت بیان میکند که وقتی که امتی شدی پیروی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باش، که هر کسی که پیروی داشته باشد او داخل جنت می شود. و البته که هممون آیندهمون چی است که گذشتن است و رفتن است. هممون، هر کسی که باشد، خرد و کلام، پیر و جوان، پادشاه و غلام، هر کسی که باشد، گفتی حضرت خیام نیشاپوری می گفت آنها که کوهن بودن، آنها که نوان، هر یک زی پی هم یکایک بیروند. این ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. هر چی قدر که بودن رفتن و هر چی قدر که هستیم از قفای اونها می رویم و هر چی قدر که باز در آینده می آید و تولد میشد اونها می روند. یعنی دنیا چی است که به گفت حبیب خدا صلی الله علیه وسلم مزرعت الاخره، دنیا کشتزاری چی است؟ آخرت است. در اینجا کشت کار میکنی و حاصله در اوجا میگیری. اگر کشت کار نکردی حاصل نمیگیری، اگر محنت کردی و عمل صالح کردی حاصله در آخرت میگیری. پس البته که در حقی حاجی عمر خان دعا میکنیم که خداوند روحی پدرش شاد و قبرش پرنور بگرداند. امروز که فرزندا خیش تواری و داوری روحی بزرگوار کرده ایستادن، پس ما و شما هم باید که عبرت بگیریم و تیاری خودمون ببینیم. استعد للموت قبل نزول الموت، برای مرگ تیاری ببینید پیش از آمدن مرگ. نیامده باید که تیاری مون ببینیم. خداوند روحی حاجی را شاد و قبرش پرنور بگرداند. باقی مانده فرزنده و نویراش عمری درازی با برکاتی با توفیق عطا بفرماید و این تلاوت های قرآن و این نعت های پرسوز و گداز خداوند به دربار بیکنارش قبول بگرداند
و برادر حاجی عمر خداوند در بحبحه جنت جایگزینش بگرداند و الله ذوالجلال که دوستدار حاجی دوستدار علما بود و دوستدار اهل علم بود، خداوند فرد و روز قیامت همراه علما و فضلا و شهدا محشورش بگرداند و باقی مانده فرزندا و برادرها و نبیراش خداوند عمری درازی با برکاتی با توفیق عطا بفرماید یا ارحم الراحمین. پاینده هستی و جاودان، دور است و اندیشه بدان. پاینده هستی و جاودان، ای دشمن است و سنگی خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما، پاینده هستی اسلام ما. خداوندا با آن نور نظر در دیده جا بین ما، به قدر انتظار ما جمال مدعا بین ما. نرنگی از طرف داریم، نه از خود امین باشیم. چمن گم کردیم، آینه ما را به ما بین ما. طبیب جرم مهجوران بجز حیرت چی می باشد؟ به حق گریه بدیل تو ما را لقا بین ما. غم مخوری بنده غم خارد منم، این جهان و این تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله